سلام، الهام نصرتی هستم، متخصص روانشناسی. ادامه شخصیت‌های کنترل کننده. ویژگی بعدش اینه که اینا شخصیت‌های گازسوزی دارن. یعنی مدام دروغ میگن، مدام شما رو تهدید میکنن، مدام باعث میشن شما نسبت به خودتون حساس باشید. همه اتفاقاتی که باعث ناراحتی شما شدن رو انکار میکنن و شما مدام فکر میکنید که آیا این کار تقصیر شما بوده یا تقصیر طرف مقابلتون. ویژگی بعدیشون اینه که درام میسازن. اگه یک کاری یک بردی، پیروزی، موفقیت داشتی، اونو کاملا نادیده میگیرن و اتفاقاتی رو یاد شما میندازن که باعث ناراحتی شما شده و یک درام رو از اون اتفاق برای شما ترسیم میکنن. مورد بعدی اینه که همیشه شما رو میترسونن. یعنی توی جمع ممکنه که همیشه صحبت‌های شما رو قطع کنن. ممکنه از پیام‌های شما اسکرین بگیرن به دیگران بفرستن و این کار باعث میشه که شما مدام ازش بترسید. شوخی‌های تهدیدآمیزی میکنن و همیشه باعث میشه که شما این ترس رو داشته باشین که کاری رو شروع کنید یا حتی کاری رو به پایان برسونید. مورد بعدی اینه که بد اخلاق هستن. یه وقتی یه لحظه ممکن برای شما هدیه بگیرن و لحظه بعد بد اخلاقی کنن و شما هیچ وقت نمیدونید که با این فرد چجوری باید رفتار کنید، چون یک شخصیت بی‌ثباتی دارن و بد اخلاقی میکنن. ادامه شخصیت ها رو در پست بعدی خدمت شما خواهم گفت. همراه من باشید.